یعنی مایع منوی وقتی که به تست لابراتوار با شرایط معیاری داده شد آمد صفر. چیزی به نام اسپرم در مایع منوی وجود نداشت که حالت را به نام ازوسپرمیا میگن. ازوسپرمیا چگونه باید عاملش تثبیت شود؟ در مآخذ مختلف طبی که در بخش یورولوژی بحث میکنن یا در بخش اقامت بحث میکنن یا در بخش بیولادی بحث میکنن، الگوریتم های مختلف تشخیصی وجود داره، ولی در افغانستان هم طریقه معمولی که اویلیبل هست و معمولا دکتر صاحبا به مو روت پیش میره ما او رو بیان میکنم و بر شما در آخر ایران میگم که از جمله به طور مثال اهتمامات تشخیصیت تا کدام سرحدش در افغانستان ممکن است، چه وقت مریض به خارج از کشور سوق داده میشه و در پلی از او تا کدام سرحد ما دسترسی به القاهای کمکی داریم. تمام این موضوع را من جمع میسازم. خب خدمت تمام عزیزان و دوستانی که همین اکنون بیننده برنامه طبی از طریق کانال یوتیوب دکتر شما هستند، من عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم طبعتان شاد باشه و در کانون گرم خانواده‌تان زندگی مملو از نشاط داشته باشین. من دکتر قیس نگزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. قرار پیشنهادات شما و قرار سروی که ما داشتیم تعداد واقعات ازوسپرمیا یا مریضایی که با اسپرم صفر به معاینه‌خانه دکتر صاحب مراجعه میکنن متاسفانه در کل دنیا بخصوص در افغانستان در حال افزایش هست. پس امروز مستند بر این سگمنت و به اساس ماخذ معتبر طبی من میخوایم الگوریتم تشخیصی دیاگنوستیک الگوریتم به خاطر تثبیت عامل ازوسپرمیا براتون بیان بکنم. یعنی یک فرد زوج هست، 1 سال ازدواج تیر شده، عروسی کردن، دیدن که اسپرم چیز پیدا نشد. خب وقتی که زوج به دکتر مراجعه کرد، وقتی که ارزیابی شروع میشه اول از مایع منوی مرد شروع میشه. این حادثه در افغانستان برعکس است. یک زن 2 مرتبه 3 مرتبه 4 مرتبه مورد تداوی قرار میگیره، وقتی نتیجه نداد باز دکتر نسایی میگه برید نال شاور تماین که حالان که این گناه دکتر صاحب نسایی نیست، به خاطر این شرایط اجتماعی وجود داره و همینطور این موضوعات غلطای قبول شده هست. این یک عرف است. متاسفانه کاستاس در عرصه ازی باید تجدید نظر شود. زوجی که به خاطر بیاولادی به دکتر مراجعه میکنه باید مشترکاً مراجعه بکنه. خب گیر مشترکاً مراجعه کرد، معاینه اسپرمی که برای مرد داده شد در بیشتر از 2 الی 3 جلسه متفاوت آمد صفر. یعنی مایع منوی وقتی که به تست لابراتوار با شرایط معیاری داده شد آمد صفر. چیزی به نام اسپرم در مایع منوی وجود نداشت که حالت را به نام ازوسپرمیا میگن. ازوسپرمیا چگونه باید عاملش تثبیت شود؟ شما میدانید که ما یکی ابستراکتیو ازوسپرمیا داریم، یکی نان ابستراکتیو ازوسپرمیا داریم. صفر بودن اسپرم هایی که در سیر انسداد در طرق دفقه ایجاد بشه و صفر بودن اسپرمی که بدون انسداد در سیستم دفقه امکان داره پیش یک فرد ایجاد شود. در ازوسپرمیا معمولا منشأ در 3 جای میتونه باشه، یا منشأ پریتستیکولر هست، یا تستیکولر هست، یا پست تستیکولر هست، یا منشأ در قسمت سیستم اعصاب مرکزی و هورمونی است، مثلا هایپوتالاموس و غده نخامی فرد مشکل می داشته باشه، این پریتستیکولر میگن. یا منشأ در خود بیضه می باشه، بیضه جنجال داره، قابلیت تولید اسپرم را نمی داشته باشه، مشکلات ژنتیکی می داشته باشه، وای کروموزوم مایکرودلیشن می داشته باشه، کلاینفلتر سندروم می داشته و سایر جنجالا و شما مواجه شده به حرارت مواجه شده، پوچ ساخته، خود از ضربه خورده، کلچر خراب کرده و سایر عوامل خلاص مشکل در بیضه است. و سوم امکان داره که پیش فرد پست تستیکولر ازوسپرمیا موجود باشه. هورمون اینجا خوب است، بیضه خوب است، ولی قنات دفقیه و قنات‌های که از طریق قضیه باید مانع منوی تولید شده و اسپرم تولید شده در بیضه برای بیرون این انسداد می داشته باشه. خب اینا چگونه ما بتانیم که ردیابی عامل بکنیم که پیش یک فرد آیا منشأ صفر بودن اسپرم در این قسمت هست، منشأ صفر بودن اسپرم در گونات‌ها یا بیضه‌اش هست، یا منشأ صفر بودن اسپرم در سیستم های بعد از بیضه هست. مثلا بربخ فرد انسداد داره، مثلا واس دیفرنس یک فرد انسداد داره، یا ایجاکولیتوری داکت یک نفر انسداد یا بندش می داشته باشه. اینو چطور بفهمیم؟
به خاطر ردیابی اینمی عامل از لحاظ طبابت دیاگنوستیک الگوریتم وجود داره. الگوریتم های تشخیصی اگرچه در مآخذ مختلف طبی که در بخش یورولوژی بحث میکنن یا در بخش اقامت بحث میکنن یا در بخش بیاولادی بحث میکنن، الگوریتم های مختلف تشخیصی وجود داره، ولی در افغانستان هم طریقه معمولی که اویلیبل هست و معمولا دکتر صاحب با مو روت پیش میره ما رو بیان میکنم و بر شما در آخر ایران میگم که از جمله به طور مثال اهتمامات تشخیصیت تا کدام سرحدش در افغانستان ممکن است، چه وقت مریض به خارج از کشور سوق داده میشه و در پلی از او تا کدام سرحد ما دسترسی به القاهای کمکی داریم. تمام این موضوع را من جمع میسازم. خب الگوریتم تشخیصیت چه رقم است؟ ابتدا از مریض تاریخچه گرفته میشه. سابق کلچره کتیر کدی نکدی، بر کدام مرض مثلا به خاطر میرفتگی دوا خوردی نخوردید، بیضای به حرارت مواجه بوده، به حشرکش های مواجه بوده نبوده، کلچره کتیر کدی که بعد از کلچرک بیضایتون پدیده باشه. در ضمن از مثلا کتی مواد حشرکش زیاد به تماس نیستی، به بیضایت ضربه محکم نخورده، در سر ماشین موتور لپتاپی موضوعات یا زیاد نشدی، نانبای نیستی، در جای کار نمیکنی که 24 ساعت در اکسری و شها مواجه باشه، یک تاریخچه گرفته میشه. بعد از اون مریض مورد معاینه فیزیکی قرار داده میشه و در پلی از اون تاریخچه جنسی و دواییش بسیار مهم است که مریض اختلال در نوز نداشته باشه، زودانزالی نداشته باشه و زیر کدام دوا نداشته باشه، چرا بعضی اوقات اکثر دواها به اساس میکانیزم‌های مختلف امکان داره که در اسپرم فرد تغییرات ایجاد بکنه. خب پرسان شد. بعد از اینکه مریض مورد سوال و جواب قرار گرفت، مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میگیره. ریش داره نداره، رشد موهای سر چطور است، چقدر باد ریش خودم میگیره، سینایش به چه شکل است، جینیکوماستی ها پیش موجود است نیست، آیا تجمع شحم در بطن زیاد است کم، در پلی از او بیضه ها به چه کدام وضعیت است، بیضه بسیار خود کلان ساخته، خود بیخی پوچ ساخته، بیضه به شکل یک طفل پیش فرد است، سایز و اندازه آلت تناسلی به چه شکل هست. مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میگیره. بعد از معاینه فیزیکی ارزیابی هورمونی باید شروع شود. ابتدا بر مریض معاینه تستوسترون و FSH داده میشه. فولیکول استیمولیتینگ هورمون و تستوسترون. فولیکول استیمولیتینگ هورمونی که از فوس قدمی قدی نخامی آزاد میشه و تستوسترون که قسمت اعظمش از بیضه آزاد میشه. در اینجا ما امکان داره که به سه نتیجه برسیم. گرچه معاینه بسیار حساس است، باید از طرف صوب اجرا شود، دقت لابراتوار هم شرط است. وقتی که معاینه تستوسترون و FSH داده شد، سه نتیجه میاد. یکی که FSH پایان، تستوسترون هم پایان، FSH بلند، تستوسترون پایان، یا که FSH هم نرمال، تستوسترون هم نرمال. خب اگر FSH پایان بود و تستوسترون هم پایان بود، خب این فکر ما را میبره به طرف هایپوگونادوتروپیک هایپوگونادیسم. از اینجا هورمون های تنبیه کننده بیضه آزاد نمیشه که 10% واقعات تشکیل میده، بسیار نادر هست و این بسیار یک امیدواری خوب داره که بر مریض وقتی که مثلا هورمون های FSH یا ریکمبیننت FSH یا گونادوتروپین دادی، آستاس و بیضه در فعالیت میه و بالاخره اسپرم مریض کاونتش بالا میره و صاحب اولاد میشه. یک حالت دومه که FSH بلند ولی تستوسترون پایان باشه. به این معنی که از اینجا هورمون به اندازه کافی آزاد میشه، مکانیزم فیدبک بر هم خورده و در پلی از او خصیه ها قابلیت تولید تستوسترون را نداره. این فکر ما را زیادتر میبره به طرف تستیکولار اوریجن یا منشأ خصیوی. و اگر پیش یک فرد FSH هم نرمال است، تستوسترون هم نرمال است، این فکر ما را میبره به طرف از اینکه مبادا کدام انسداد یا بندش موجود باشه. یعنی اینجا صحیح کار میکنه، خود بیضا یا تشلایتون صحیح کار میکنه، امکان داره در مسیر کدام انسداد و بندش موجود باشه. خب مرحله بعدی چیست؟ اگر مشه دمی FSH LH خلاصه شد، FSH کم بود، تستوسترون هم کم بود، خب بر مریض گونادوتروپین میدی خلاص. ولی اگر مسئله در اینجا خلاصه نشد، باید بر مریضا تستیکولار اولتراساوند، تستیکولار دوپلکس استادی و در پولیزو ترانسرکتال اولتراساوند توصیه شود. تا یکی دیده شود که قنات‌ها چطور است، کیسه منوی موجود هست نیست، قنات‌ها جسم میشه نمیشه، بیضا اندازه نرمال داره نداره، گرچه وسیله که به اندازه بیضا ها را اندازه میکنن به نام اورشیدومتر میگن، ولی مثلا دانه‌های جیل یک مروارید داره، کلان به هر اندازه است که مثلا از حجم کم شده تا 25 میلی لیتر فرق میکنه و این مثلا دکتر یورولوژیست در پلی بیضه مریض میمونه مقایسه میکنه به اساس اورشیدومتر که فرد بیضه‌اش در کدام والیم قرار داره. ولی از طریق اولتراساوند اندازه بیضه ارزیابی میشه. در پولیازو ترانسرکتور اولتراساوند میتونه که بعض انومالی ها و بعض به طور مثال اجنسیس های نشان بده که یک فرد مثلا اردو قنات های دفقیش تشکل نکرده یا که کیسه منوی موجود نیست
یا که مثلا در بیضه ها کدام پاتولوژی موجود است، فکر کنین که بیضه مثلا در جای خود نمی باشه، بیضه اتروفیک می باشه، بیضه تکسچرش در اولتراساوند تغییر میکرده باشه، یا که مثلا بیضه واریکوسوین می داشته باشه. خب اگر در اینجا موضوع را ما تانستیم پیدا بکنیم خوب، اگر نتانستیم در این صورت بعض اوقات نیاز به این است که بر مریض تستیکولار بایپسی توصیه شود. این تستیکولار بایپسی به دو شکل گرفته میشه، یکی عبارت از فاین نیدل اسپیریشن بایپسی است و یکی به طور مثال تیشی بایپسی است. شق میشه از ساحه گوشت گرفته میشه، یکی با استفاده از سوزن از دو بیضه نمبر گرفته سمپل گرفته میشه، نمبر زده میشه و مورد معاینه هیستوپاتولوژیک قرار میگیره تا اینکه دیده شه که فانکشن خود بیضه ها چطور است. خب اگر فانکشن بیضه ها خراب بود، ایجادتر فکر ما را به طرف مثال یک سلسله تشوشات میبره که حجرات تولید کننده اسپرم، حجرات سرتولی هست، مشکل داره. بعضا نیاز به این میشه که مریض مورد معاینه ژنتیکی قرار بگیره. به خاطر تثبیت به طور مثال وای کروموزوم مایکرو دیلیشنز، به خاطر به طور مثال آفات کروموزومی، مریض باید مورد کروموزومال کاریوتایپینگ قرار بگیره. مثلا کلایفلتر سندروم نداشته و سایر امراض. و اگر نشان داد که نه بیضه خوب است، قابلیت اسپرم را داره، قابلیت تولید اسپرم را داره، حجراتش به شکل درست کار میکنه، کدام به طور مثال مالیگننسی یادش تثبیت نمیشه، کدام آفت سرطانی تثبیت نمیشه، در این صورت فکر ما رو به طرف ابستراکشن میبره، به طرف انسداد میبره. تا کدام سرحد معاینات در افغانستان میشه؟ در اینجا FSH میشه، در اینجا تستوسترون میشه، در اینجا به طور مثال معاینه هورمونی منظور بس پرولاکتین تست میشه، اولتراساوند بیضه ها میشه، ترانسرکتال اولتراساوند گرچه قدر به طور مثال عام نیست ولی بعضی متخصصین شاید اجرا بکنه. در ضمن از او تستیکولار بایپسی رو هم در بعض مراکز مثلا هیستوپاتولوژیک داریم، این رو اجرا میکنن. تا این مراحل میشه. ولی معاینات ژنتیکی برای که در افغانستان قابل دسترس نیست، در بعضی کشورهای مثلا پیش افتاده و جهان سوم منطقه مقدار زیاد عام نیست، چرا پرهزینه است و هر کس نمیتونه که به دسترسی داشته باشه. خب اگر منشأ در خود مغز بود، خونوگونوتروپین بر مریض که مثلا 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه داد، امکان داره که در اسپرمش تغییرات بیاد. اگر منشأ در انسداد بود، دو راه حل است. یا که پیش مریض باید ریکانالیزیشن صورت بگیره، پس دوباره و کانالایی که بند است واس شود که جرایش در افغانستان ممکن نیست، و یا که پیش مریض باید پروسیجرهای مثل میسا پیسا تیسا تیسی اجرا شود، مثلا مایکروسرجیکال sperm aspiration, microsurgical epidermal aspiration, microsurgical testicular semen aspiration. مایع منوی کشیده میشه از بربخ مریض یا از خود بیضه و با استفاده از پروسیجرهای میکروسکوپیک زیر به طور مثال میکروسکوپ در سایتوپلازم تخمه داخل میشه که نمیره به نام IVF و ایکسی میگن. در افغانستان نمیشه. و اگر منشأ در خود بیضه بود و با استفاده از بایوپسی تثبیت شد که بیضه ها دیسجنزیس است، در پلی از قابلیت تولید منی را نداره، حجراتی که باید تولید منی نقش داشته باشه بسیار کم است، قابلیت پخته‌سازی مثلا در داخل بیضه بخی کم است، بیضه درش مثلا اسکلروز تثبیت شد، در معاینه هیستوپاتولوژی فایبروز تثبیت شد، در این صورت فقط بر مریض در هر جای دنیا که باشد راه حل است. در کشورهایی که اعتقادات اسلامی ندارن، اسپرم دونیشن صورت میگیره، از یک فرد اسپرم گرفته میشه به خانم عزیز به طور مثال القای کمکی میشه. ولی در کشورهای اسلامی و در کشورهای سنتی فقط گزاره و صبر خدا ثروت است. پس هرگاهی که پیش یک فرد از اسپرمیا بود، دوای از اسپرمیا این نیست که مثلا مریض میره تا هند پاکستان اینقدر ترایبل استرس و ویتامین و زنک میاره، باید ردیابی عامل صورت بگیره. پریتستیکولار است یا که ابستراکتیو است. پریتستیکولار بود گونادوتروپین، ابستراکتیو بود بر مریض به طور مثال متدای کمکی لقاح، و اگر تستیکولار بود یا گزاره و صبر خدا یا در کشورها نظر به اعتقادات کس اسپرم دونیشن. امیدوار هستم که ویدیو معلوماتی بوده باشه که هست دیگه. شریک سازی از این ویدیو، کامنت گذاشتن، ابراز نظریات، انتقادات و پیشنهادات فراموش نشه. تا در بعد الله حافظ.